این دیوار اتاق منه و همونطور که میبینین خیلی خالیه، ولی امروز قراره با هم دیگه یه دونه تابلو خودمون درست کنیم و دقیقاً بزنیم اینجا، همینجا. برو بریم با هم دیگه بسازیم. برای اولین برگ اصلا احساس میکنم همین خیلی خوبه. یه دو سه تا از اینو میکنیم نگه میداریم داخل کیفمون، بعدش گلچین میکنم دیگه بین برگا که ببینیم کدوم قشنگ تره. همین بس، بریم دنبال یه برگ خوشگل تر بگردیم. بچه داشتم رد می شدم، ببین چه تیغای آبی خوشگلی دیدم. برگشتن اینا رو میشه کند، اصلا نمیشه. بذاری تست کنم. خیلی ولی خوش رنگه، بعید بدونم بشه کند. از اونجایی که مطمئن بودم همچین اتفاقی قرار بیفته، یه دونه از این چاقو کارتی هم با خودم آوردم که اینجور موقع به دردمون میخوره. من برم یه دونه‌شون رو بکنم، بعد میام نتیجه رو بهتون نشون میدم. سخت بود ولی شد. میبینید چقدر خوشگله. YouTube this knife is not for danger, it's just for cut this flower. Thank you. تو این مسیری که پشت سر بنده میبینین، من یه دونه برگای قرمز رنگ دیدم که پاییز میشه قرمز میشن. کل مسیر رو براتون یه تایم لپس خوشگل میگیرم تا برسیم به اون دیگه. همین. دقیقا منظورم همین درختی که پشتم بود. ولی الان اصلا نمیدونستم اینجوریه. من چجوری برم اونو بکنم؟ مگه بز کوهی ام؟ مگه بز کوهی ام؟ مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین و اومدین و با هم دیگه دیدیم که چجوری این برگا رو کندیم. برگا همشون خیلی خوشگلن، یعنی واقعا از انتخابم راضیم، ولی بعضیاشون خیلی بزرگن. نگاه این الان مثلا من بچسبونم رو تابلو کلشو میگیره، یا مثل اینا بعضی پژمرده شده دیگه تهش. من باید صدای دوربین بود قطع شد. من باید برم اینا رو گلچین کنم و هر کدوماش که خوب بود و خوشگل به نظرم عذاب در میاد و روی این تابلو بچسبونم. وقتی رفتم اینو بگیرم گفتن که خودش چسب داره اینجا چسب داره، ولی فکر نکنم چسبش اونقدری باشه که بتونه برگو بگیره. به هر حال برای اطمینان بیشتر من رفتم و از این چسبام خریدم، چسب رازی و اینا که نمیدونم اسمش چیه، اینا قوی تر از رازی هم به نظر من. رفتیم بگیریم که اگه 1% مثلا با چسب خودش نچسبید دیگه با اون چسب بچسبونیمش. چه چسب تو چسبی شد. بریم ببینیم مراحلشو. خیلی خوب، اینا شد برگایی که میخوایم استفاده کنیم. خیلی هم با هم خوشگل شدن و اینا هم شد چیزایی که دیگه نمیخوایم رو تابلو بزنیم، به نظرم زشت میشه. همین، بریم تابلو رو با هم درست کنیم. شاید فکر کنین الان یه ترانزیشنه یا چیز خاصیه، ولی نه. برقا رفت وسط کار، برقا رفت. آماده شده بود، میخواستم نشون بدم تهیجو بهتون. 6 hours later. اینم از برق بالاخره اومد و بریم برای نتیجه نهایی کار رو ببینیم که خیلی هم از نظر من
باحال شده. ببینیمش. 3 2 1. خیلی از نظر من خوشگل شده، واقعا انتظار نداشتم اینقدر باحال شه و 100% هم میذارمش تو اتاقم که همیشگی بمونه. من فکر میکنم فقط برای ویدیوه، ولی نه، میذارم همیشگی تو اتاقم بمونه. فکر نکن، چون میگم اصلا انتظار نداشتم اینقدر باحال بشه و فقط هم محض اطلاعتون میگم که من این چسبایی که گرفته بودم هم هیچ کدومش استفاده نشد. میگه بز کوهی هم